سلام علیکم، به عشق خدا امیدوارم که هیچ موقع تو کالا فشاری نشده باشید. اومدی با یه ویدیو خفن و جذاب دیگه. بچه‌ها یکی تو کامنت ها به هم پیام داد، گفتش که الان اومد رو صفحه، گفت چرا من نمی شاتکان. گفتم آیدی تو بده و اینا. حالا بعدش داد و اینکه حالا اومدیم شاتکان و اینکه ببینیم میتونم ببرم یا نه. بچه‌ها قبل اینکه بریم سراغ ویدیو حتما لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله بغلش رو روی آل بذارید که هر موقع ویدیو گذاشتم یوتیوب بهتون خبر بده که چنل فشاری ویدیو گذاشت، شما بیا ببینید. بچه‌ها اینجا اولش کمپ کرد و اینکه فهمیدم از این کمپریاس، من اینجا اولش کمپ کنم. گفتم دیگه ما اون کمپ میکنه، ما بچه کمپ کنیم. اینجا پشت سرم اومد و اینکه دیگه حالا بچه حتما حمایت کنید. 30 مشترکیم، 30 تا مشترک داریم، حمایت کنید همینطوری تا به 50 مشترک برسیم. بچه اینجا زدم یه 75 تا از جونش رفت و اینکه اینجا بیوایو برداشتم و دیگه رفتم سراغش. ولی خب ببینین که بازم خوردم و اینا. بچه اون نتیجه رو اون بالا میتونید ببینید، راحت زوم هستش. و اینکه ببخشید بچه اگر یه ذره سر صدا اینا اومد. و اینکه حتما حمایت کنید بچه، حمایت. از قدیم و نیام میگن که ما میتوانیم. چقدر من اینجا تر با بیوای میزنم و اینم بچه اچس هم واقعا خوبه. حالا تو در ادامه ویدیو میبینید که چطوری میشه. بچه این علامت زردی هم که میاد، اینکه مثلا هر موقع مثلا شما انمی رو ببینید، این تو مولتیه، حالا تو بتل نمیدونم باشه یا نه، هر موقع شما مثلا انمی رو ببینید، مثلا انمی شما نبینید، ببخشید من میگم ببینید، انمی شما نبینید و اینکه مثلا پشت سر شما باشه، هر جور نبینید، این علامت زرده میادش که مثلا میگه که انمی پشت سر شماست. اینطور راحت‌تر میتونید مثلا انمی رو بزنید و اینا. حالا دیگه و اینکه مثلا اینجا 6-1 عشق کنید. 6-1 اینجا زدم. و اینکه بچه حمایت کنید. بچه دیگه اومدم تا آخر ویدیو با هم گپ و گفتی داشته باشیم. بچه لایک کنید، خدا وکیلی شما که میان ویدیو رو میبینید حتما لایک کنید. و اینکه همین دیگه، لایک سابسکرایب بچه خیلی مهمه. ببینید سابسکرایب کنید تا به 50 مشترک برسیم. و بچه اگه به 50 مشترک برسیم خفه بشم. و اینکه اگه 50 مشترک برسیم هر شب، حالا یا هر شب یا صبح زود مثلا اینا، حالا هر روزم نبا، مثلا بعد صبح مثلا چیز میشه، میام و باتون دوئل میزنم. بله یه پخش زنده میذاریم و یه دوئلی با شما سابسکرایبرای عزیز میزنم. و اینکه حمایت کنید تا برسیم دیگه به 50 مشترک. و اینکه دیگه هیچی دیگه، بریم من ویدیو رو براتون توضیح بدم. بچه اینجا 7-4 بودیم، موقعیت خوبیم نداشتم، عقب بودم 3 تا. و اینکه بچه من شاتگان زیاد چیز نیستم. آره دیگه، آره دیگه، بچه من آره. و الان 8-5 میبینید اینجا. بچه حتما تو کامنت ها بگید دیگه، بگید من زیاد صحبت میکنم یا نه، چون مثلا بعضی موقع چیزی یادم نمیاد که بگم اینا. نه آره. حالا اینکه دم تک تکتون بچه گرم که به 30 مشترک رسیدیم، عشقای منید، یعنی دم تک تکتون گرم. همینطوری حمایت کنید، همینطوری حمایت کنید تا بتونیم برسیم به 50 مشترک. حالا بچه از 50 مشترک حالا میریم تا 1000 و اینا، تا به 1000 مشترک برسیم و درآمدمون از اونجا شروع میشه. بچه اگه درآمد بیاد و بتونم چی هر موقع بچه من میام صحبت کنم، همه
چی یادم میره. من از قبل حالا خود تمرین کرده بودم مثلا بیام با شما صحبت کنم و اینکه بله چی می‌خواستم بگم، درآمد پیدا کنم و اینکه دیگه درآمد پیدا میکنم دیگه درآمد پیدا کنم و اینکه بیامو چیز کنم، بیامو چیکار کنم بیامو بچه‌ها دیدیم مثلا بعضیا میان چیز میکنن به اسمشون میزنن، اینا تو ویدیو اولم هم گفتم میان به اسم اینا چیز میزنن و هدیه میدن اگه مثلا گان و اینا در اومد و اینکه منم هدیه میدم، منم همینطوری اکانت درست میکنم و بهتون هدیه میدم و اینا عشق کنید اگه گان یا مثلا اینا در اومد. خب بالاخره دیگه چیز دیگه بچه من این چیزم زوم کردم این نتیجه بازی رو که شما راحت‌تر بتونید ببینید. عشق من به فکرتونم به فکرتون عشق کنید، من به فکرتونم، شما هم به فکر من باشید. ساب کنید حتما، سابسکرایب. این خیلی حرف مهمیه ما اصلا نگونید طرز صحبت همینه. و اینکه ببخشید بچه اگه من جای سوتی دادم و اینا دیگه به بزرگی خودتون ببخشید دیگه. من میخواستم چیز کنم این ویدیو تصویر، حالا اینا تصویر خودم، حالا چهره خودم که نه ولی خب مثلا یه تصویر خودم باشه، صورتم اینا معلوم باشه که مثلا براتون دارم صحبت میکنم نشد. حالا من در تلاش هستم که تو ویدیوهای بعدی بهتون چیز کنم، نشون بدم. آره دیگه بهتون نشون بدم و اینا. حالا حتما چی و اینکه چی دیگه بچه‌ها من یه ذره زیاد حرف نزنم، شما ویدیو رو ببینید ولی خب بعد باهاتون حرف بزنم دیگه. واقعا دمتون گرم، نمیدونم واقعا چجوری ازتون تشکر کنم، خیلی حمایت کردی. همین 30 مشترک بعضی اصلا هنوزم نرسیدم بهش، یعنی میدونید. و اینکه بچه‌ها یه چند تا هیتر دارم من، عشق کنید هیتر بچه‌ها واقعا خیلی باحال مثلا آدم هیتر داشته باشه، ولی خب بعضی هم هست باحال نیست. ولی خب هیترای گل از تا الان 2 نفر بودن، حالا نمیدونم اینا قصد جون منو کردند یا چیز دیگری است. بچه‌ها حتما بگید که من چیز حرفام باحاله یا نه، مثلا میزنم اینا. آره خب بچه‌ها دیگه بریم من براتون توضیح بدم. آره اینجا بچه‌ها یه باکس میگه نه باکس کی نه اسکو، حالا من نمیدونم هرچی بود انداختن دیگه. و اینکه اومدم اینجا زدم. الان بچه‌ها نتیجه قبل رو دیدین، عقب بودم واقعا، دیدین که 13 الان که 13-11 دفعه قبلی عقب‌تر ویدیو اگه مشاهده کرده باشید 7-3 بود 7-4 اینا بود که من عقب افتاده بودم. و اینکه دیگه آره دیگه و اینکه دیگه آره خب حالا شروع میکنیم. و اینکه الان 13-11 من دنبال بچه‌ها اینم بچه‌ها من بهتون بگم اگر دوست دارید که با من دوئل بزنید حتما توی کامنت ها آیدیتون یا شماره تماستون رو بذارید که من بهتون یا مثلا آیدیتون رو یا بهتون زنگ بزنم یا آیدیتون رو چیز کنم تو کالاف بزنم و هر موقع آنلاین شدید یه دوئلی بزنیم بشه. و اینکه نتیجه همیشه از من تو ویدیو دومم که گذاشتم، یعنی ویدیو قبلی میشه که گذاشتم، یکی با چیز اسنایپ داشت چرت و پرت میگم دوئل اسنایپ زدیم با هم. و اینکه بهش زنگ زدم شماره‌شو گذاشته بود، بهش زنگ زدم و اینا، بهش زنگ زدم و گفتم بیا بریم دوئل اینا، گفت من الان نمیتونم، یه چند دقیقه بعد اومد. و اینکه باختم، ویدیوشم گذاشتم کامل. و اینکه آره دیگه حالا بچه اگه من بتونم درآمد از یوتیوب پیدا کنم، مثلا دوئل که میزنم مثلا میگم سر مثلا 5 کاسیپ اینا، الان نه و الان همینطوری مثلا دستگرمی با هم دوستانه اینا میزنیم تا هر موقع به درآمد خاصی رسیدم و به اوج یوتیوبریم رسیدم. و اینکه بله اینجا فکرم اینجا چیزه بچه اومد نایف کنه
یعنی بچه از اونا بود که مثلا هر موقع عقب میفته نایف میکنه و اینا. آره و اینکه بچه‌ها من یک بار دیگه هم میگم لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره حتما، عشق منید. و اینکه حتما به چنل خودتون فشاری ملحق بشید تا شما هم عین من فشاری نشید. و اینکه آره دیگه عشق منید، دم تک تکتون گرم. اینجام بردم و یه دنس همینطوری اومدم و زدم. تا ویدیوی بعد بدرود.